چی؟ میواندا؟ وقتی که مادرت زنده بود میشد، لیکن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خونه زندگی کردن نمیتوانی. ای زنک اومدی بو انا مردک رحیم پروداکشن. خدا همه اوچه جونان هم خیلی مهربان باشن، سخی باشن. عاقبت زندگی خودت رو فکر کن. عاقبت زندگی خودت با همراه شوهرت میبینی. تو فکر میکنی که من به خونه پدرم بایم در خونه پدرم زندگی خوب میشود؟ نه 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 دختر جان. وقتی که مادرت زنده بود میشد، لیکن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خونه زندگی کردن نمیتوانی. تو خیال میکنی که در این خانه این کلیدها شد تو روز میدیم؟ هیچ وقت. زندگیت بود یک بار بخش شده رفتن میگیرم. اینا اپای مرجان چه خلای کب بکتب اینا کجا مایلود هنوز بخدو جویتی تو با ما درآمد. میگن سری زلفی تو نشید سری زلفی دیگره. ای زنک اومدی بو انا مردک ها اول بیس کیوی چشم رو بریزه شف چی گفتنی؟ اینا نگاه کنی مونتاژ که میکنی یکم مرا بر لبوی کسا خانه شکلت میکنه. همروی مادر توفه زهرش میتونم آدمش میکنم با گیریه میکنم. بچه جان باید هیچ کسی کار نکنه. ها اینا جوانای حجیره باید از ما عبرت بگیرن که کلانترها رو از خیچان چخیل حرمت کنن، چخیل عزت کنن. ما برای همین جوانای حجیره میکنیم که مقصد این سالشون حالی به بوی رسیدگی نیستن، شوهر دمیتیانشون فقط خانه کلید میشن. برای همین تماشا کنن یک چیز از ما بآموزن. پدر مادر خیچان چخیل که حرمت عزت میکنن، سرخ شما رو همه خیلی حرمت عزت کنن. هزار آمد همه کاری ما همه خوب میره یافته نمیشه. یک سو بگذاری یافته نمیشه. یک دو سه تو تق میکند تو نمیکند. بیا دختر جان چی شد؟ چرا دیگر میکنی؟ ها؟ شد همه شد بشه دختر جان. شد بیا شد همهش خوب بشه. رفتیم او لبوی کم دیگه رفت یاسو که زندگی مزاری کردی. سلام عرض میکنم به کل تماشاگران دائمی سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز چقدر که به هر یک شما وعده دادیم این فیلمی شکست زندگی قسم دیمشه همراه اپای مرجان بانو مادر عزیز سیونکه که هستیم ان شاء الله روزهای نزدیک پیشکش هر یک شما میگردد.
باوری کامل دارم که ای زندگی بسیاری شما وقتا یک چیزی خوب شما میگن چیزی بچه دور میپرتونه که بعدش برای ما در کار نیست. ایامی تمام کاری ما خوبی شب بگیرن نه بعدش بگذار در هم بعدی ما نه هیچ گفت بعدی را در اختیار نگیریم. و اوچا جان عزیز ما چی گفتنی که بسم الله الرحمن الرحیم دعا شما سر شما. بله مخلصای عزیز ما با شماییم امیدواریم که شما هم با ما هستید. سلامت باشین خانم قشنگ عشقم با پیش مادر آمده سخنه او گپه این خپه باقی در امان الله باشین شوخی میکنیم همه چی را میخوایم که در فیلم شما بینین یگان لحظه شه همراه شما پیشکش میکنیم. اینا طفلی اصلی 21 باقی در پناه الله باشه کبگوی ما رسیون که بانو میخواه ما خطی گنده خاطرهای زور داریم چقچقای ما دوستیم و اینا خدا هر یک از زنمتری زنی به ایمان توفیق نصیب کنه همه چی گفتن همه غریبا دا نصیب کنم تری هم به ایمانو نه که حالا ایشون هم میکنه حالا کاری دولتی کیسه که اولین اینمو چشمو را سرخ که خیلی میشوای ما فقط روز کراسکا بسیار کدگیم زورای اموش خوبه رفتی سه رفتی آخر گفتم هماش ناشد هماش ساشد تو باز میگر کردی باز نمیتوانم نه دیگر نمیتوانم ملاتسی اینا دوستان عزیز فیلمی شکست زندگی در قسم دیگه شب بناور گرفته همراه استاد عزیز روزهای نزدیک با پیشکش هر یک شما میگرده تماشا کنید. چی گفتن استاد جان؟ اول سلام و درود خود را به تمام مردم غریب به تمام مردم تاجیکستان میرسونم خواهران پدران مادران و این فیلمی که فیلم تربیوی که برای زندگی است برای تربیت آدمایی که حاضر هستند و تیز جدا میشوند برای همین است. خواهش میکنم که فیلم رو تماشا کنید. من باوری دارم که شخصایی هستند با همین راه ها گرفتار هستند و انشاءالله نصیب آینده میبینم فیلم رو ممکن زندگی آنها خوب شود. با همه شما خداوند خوشی های زندگی رو آرزو میکنم بردباری های زندگی رو و اینک با کانال رحیم پروداکشن و جورخانی شکرخم باشید تماشا کنید صحنه ها رو صحنه های خوب رو و اینک فیلم های تربیوی رو خداوند نگهدار. بله دوستان عزیز با روزهای نزدیک همراه استاد عزیز در کانال افیر میشه صحبت آزاد چقچق کانال اکرم دستگیری میکنیم که بهترین چیزهای خوب پارتفته شه با صحنه‌های حجوی سالینوی در پیش هم خلاص است ان شاء الله نصیب یک 10-15 صحنه حجوی در پیش از سالینوی برای شما میکنیم برای خرسندی شما یک لحظه که همین چهره شما خوشبخت باشد. اما وقتی که من شما رو میبینم که ما رو میبینید میخندید من باوری دارم که یک زل در همین ما چیزی شما میبینید که میخندید. سلامت باشین. خوب دوستان عزیز.